انشالله امروز درس سوم رو میگذاریم. پیش از آن که درس سوم رو سر کنم کم ترک درباره تعریف هایی که در دو درس قبلی یاد گرفته بودیم انشالله درباره آنها کمتر دوباره سخن میگویم و دوباره آنها رو یک بار دیگر میبینیم. خب در درس قبلی درباره بلاغت هم یاد گرفته بودیم که بلاغت چطور ثابت می شود. برای دختری مسلمان وقتی که سن و سالش به 9 سال قمری که می رسد از آن وقت بلاغت ثابت می شود وقتی که یکی از این واقعه ها هم واقع شود. یعنی که وقتی که دختری مسلمانی خورد وقتی که 9 سال قمری یعنی 9 سال هجری را می رسد سن و سالش که مطابق است به 8 سال 8 ماه و 3 هفته کلندر میلادی، آن وقتی که یکی از این واقعه ها که واقع می شود حیضش می آید یا اینکه حامله می شود یا اینکه خوابی شهوتانه یعنی محتلم که می شود آن وقت یعنی بالغه حساب می شود. اگر جسماً بلوغ برایش ثابت نشود پس جسماً ثابت نمی شود و سناً ثابت می شود. یعنی که اگر 9 ساله هم شد اما یکی از این سه واقعه ها رخ نداد آن وقت در سن سال 15 سالگی اسلامی یعنی 15 سالگی هجری بلاغت برایش ثابت می شود، گرچندی که هم حیضش نآمده باشد یا اینکه گرچندی که حامله هم نشده باشد با سن و سال الکی برایش بلاغت ثابت می شود که مطابق است به 14 ساله و 6 ماه و 2 هفته میلادی. خب این بود درباره بلاغت. و درباره حیض هم یاد گرفتیم که حیض چی است. حیض آن خونی را گفته می شود که از فرج داخل یعنی از رحم زن جاری شده به شرمگاه بیرونی زن نمایان می شود، یعنی که جاری شده به نظر می آید. با حس کردن یا اینکه با گمان کردن حیض شروع نمی شود. باید که زن حیض را به چشمایش ببیند یا اینکه اگر حس میکند باید که یقین داشته باشد، یعنی گمان نکند که من فکر میکنم که جاری شده است، یعنی که باید یقین داشته باشد که من میدانم 100% که از من حیضم شروع شده است. این بود خونی حیض که ماهانه هر ماه ضرور نیست که بیاید اما این در زنها یعنی بار واقع می شود. اما خون نفاس چی است؟ خون نفاس آن خون را گفته می شود که از رحم این هم از رحم جاری می شود و از عضو زن خارج می شود بعد از تولد کردن. این خاص هست به بعد از تولد کردن و بعد از آن که زیادی طفل بیرون شود، یعنی که اگر از سر خارج شود طفل تا سینه‌اش وقتی که خارج می شود از آن وقت خونی که جاری می شود خون نفاس حساب می شود. اما خونی که پیش از این خارج شده بوده استحاضه حساب می شود. خونی که در وقت درد یا در وقت اولی تولد کردن که از زن جاری می شود اون را خونی استحاضه گفته می شود که انشالله درباره‌اش یاد می گیریم. و نمازهایی که در آن دوران در دوران درد مثلا یا در دوران نو کوشش دارد زن که مثلا تولد کند اما نمیتواند، در آن دوران اگر نماز را قضا کند باید بعداً قضای نماز را بخواند، نماز را باید ادا کند. اما وقتی که طفل بیرون می شود و نصفش الکی بیرون شد این زیادیش حساب می شود و در آن وقت خونی که خارج می شود خونی نفاس گفته می شود و بعد از این میدانید که نمازهایش ضرور نیست که بخواند چون که در حالت نفاس هست. اما نمازهایی که در وقتی دردش مثلا نخواند یا پیش از برآمدن خون در وقتی تولد کردن که نخواند آن نمازها رو باید بعد از تمام شدن نفاسش باید قضا بکند. خب این بود خون نفاس. دم حکمی و حقیقی رو هم یاد گرفتیم. دم حقیقی آن خون را گفته می شود که خون اصلی باشد. وقتی که خون اصلی از رحم زن از فرج زن که خارج می شود آن را دم حقیقی گفته می شود و برای ما شما فهمیدن ای
آسان است چون که در زبان ما هم حقیقی چه معنا دارد؟ اصلی، حقیقی، یعنی که خونی اصلی جاری شود. و دمی حکمی معنایش چی است؟ وقتی که خونی اصلی وجود ندارد اما آن روز را یا که آن ساعت را شریعت حکمی خونی اصلی میدهد. مثلا 2 روز یا 1 روزی در مابین حیض که زن در آن روز خون نمیبیند. خوب دمی صحیح چی است؟ یعنی که دمی که حیض حساب می شود یا دمی که خونی که نفاس حساب می شود کدام خون هست؟ اگر در وقتی که ما در برای حیض گپ میزنیم باید خون از 3 روز کم نباشد و از 10 روز باید زیاد نباشد و برای خون نفاس باید از 40 روز زیاد نباشد. میتواند که کم باشد، میتواند که حتی نفاس 1 ساعت هم باشد، میتواند که 1 هفته هم باشد. ضرور نیست که 40 روز زن نمازش رو نخواند. وقتی که مثلا خونش الکی بعد از روزی 20 بند شده باشد، اگر بعد از روزی 20 مثلا دیگر خون ندید باید که نمازهایش را دوام بدهد. ضرور نیست که تا 40 روز انتظار بکشد که نمازهایش را مثلا نخواند. خوب این بود دمی صحیح. مدت حیض، درباره مدت حیض هم یاد گرفتیم، درباره جاری بودن خون یعنی روانه بودن خون و درباره خون نوبتی بودن خون هم یاد گرفته بودیم. خب یک لحظه من خب اکنون درس امروزه رو انشاءالله سر میکنیم درباره رنگ‌های خون حیض. رنگ‌های خون در وقت حیض اینها می باشند. میتواند که از این رنگ‌ها مثلا زن ببیند همین رنگ‌ها را. میتواند که سیاه باشد، میتواند که سرخ باشد، میتواند که خرمایی یا اینکه رنگی خاک باشد، میتواند که سبز باشد یا زرد. مثلا بعض زنها در اولی روزهای حیضشون خونی سیاه میبینند یا اینکه سرخ همین قدر زیاد هست که به مانند سیاه معلوم میشود. بعد خونی سیاه آهسته آهسته به خونی سرخ تبدیل می آید. بعد آهسته آهسته مثلا خرمایی می شود. بعد بعضی وقت زرد می شود. بعد سفید می شود. این خیلی هم بعضی رنگ ها را زنها می بینند. قانون عمومی، این بعضی رنگ های بسیار مثلا مشهورش را در اینجا من نوشتم و در کتاب ها نوشته می شود، اما قانون عمومی همین است که همه رنگ هایی که سفید خالص میدانید، سفیدی که سفید باشد یا شفاف نباشد، هر مایعی که شفاف نباشد، هر مایعی که سفید خالص نباشد خون حساب می شود. در روزهای حیض اگر زن مثلا زردی را ببیند یا رنگ خرمایی را ببیند یا مایع سرخ را یا مایع سیاه را ببیند باید که این را همچون خون حساب کنند، چون که این سفید نیست یا اینکه مایع شفاف نیست. خب مایع شفاف وقتی که نباشد، مایع شفاف به مانند آن مایعی است که مثلا از رحم خارج نمی شود اما از رحم پایانتر، از مثلا از دهان شرمگاه یا از دهان از فرج داخل. وقتی که من برای شما فرج داخل را فهمانده بودم گفته بودم که فرج داخل 2 قسمت دارد. یک قسمتش از دهان شرمگاه سر می شود، از دهان شرمگاه تا دهان رحم، آن عضوی که آن مکانی که عضو شوهر به آنجا می رسد. بعضی وقت مایعی که از اینجا خارج می شود مایع شفاف می باشد. این مایع مثلا حیض نیست، خون حیض حساب نمی شود. یا اینکه بعضی وقت دخترها سفیدی رو می بینند، این سفیدی مثلا حیض نیست. پس وقتی که زن حیضش رو می گیرند در روزهای آخر باید ایستد تا وقتی که یا 10 روز رو برسد، یعنی که مکسیمم رو برسد، یعنی که حد زیادترین رو یا اینکه میرسد، یا اگر روزهای زیادترین رو نرسد باید انتظار شد تا وقتی که خونش از سرخ آهسته آهسته به زرد به سفید باید تبدیل بیاید. وقتی که تبدیل یافت و سفید خالص شد یا اینکه مایع شفاف شد، در آن وقت است که یعنی که حیضش به آخر رسیده است. ضرور نیست که چکره سرخ باشد. خوب اکنون یاد میگیریم درباره طهور. طهور چیست؟
طهر مدتی پاکی را گفته می شود که با خون حیض یا نفاس آلوده نباشد. خب در احکام حیض وقتی که شما همین فن را یاد میگیرید دو چیز هست، دو چیز مهم. چیزی مهم یکم چی است؟ ایام حیض، یعنی روزهای حیض، روزهایی که با خون آلوده هستند. و چیزی دوم چی است؟ ایام طهر، یعنی روزهای طهر، روزهای پاکی. چی طوری که مهم است برای زن که روزهای خونش را بنویسد در یک دفتر، همین خیلی مهم هست که روزهای طهرش را هم نویسد. یعنی که مثلا ماه ینور از روز یکم تا روز پنجم حیض دید نویست. روزی بعد در ماه فوریه وقتی که میبیند که فوریه یکم تا فوریه پنجم خون دیده، چی معنا دارد؟ یعنی که از ینور ششم تا آخری ماه. خب یعنی چند روز شده؟ اگر هر ماه رو 30 روز حساب کنیم، چون که ماه ها در اسلام 30 روز حساب می شوند، نه 31 روز نه 29 روز. بعضی وقت 29 روز حساب می شوند، اما در احکام حیض هر ماه 30 روز حساب می شود. پس این رو فراموش نکنید. در وقتی نوشتن فراموش نکنید که ماها در قاعده اسلامی 30 روز باید نوشته شود. خب روز یکم تا پنجم خون دیدک، بعد ماه فوریه دم همین خیلی روز یکم تا پنجم خون دیدک، یعنی که ینور 5 خون و 25 روز طهر. چون که از 30 روز 5 روزش اگر با خون آلوده باشد، 25 روزی باقیش روزهای طهر حساب می شوند. فهمیدین؟ روزهای پاکی، روزهایی که با خون آلوده نبودند. پس این زن چی عادت دارد؟ در ماه فوریه باید چی رو در فکرش، در یادش بماند؟ که عادتی من، یعنی که در ماه گذشته من 5 روز خون دیدم و 25 روز طهر. همین رو اگر در یادش بماند، در ماه فوریه اگر یکم مشکلاتی پیش آمد، مثلا اگر از یکم فوریه خون رو دید و اکنون 11 فوریه شده است و نمیداند که باید کدام روزهایش رو خون حساب کند، کدام مشکلاتی پیش آمده است به این زن، پس چی باید بکند؟ باید که به عادتش دوباره رجوع کند، دوباره باید به عادتش برگردد و این مشکلات رو چطور حل کرده می شود. این بسیار یک مثال آسان هست برای شما، من پیش میکنم. پس شما بفهمید و فکر نکنید که مسئله ها و مشکلات ها همین قدر آسان می باشند. نه، مشکلات ها و بعضی مسئله ها، بعضی سوال هایی که زنها می دهند بسیار مشکل می باشند. اما این یک مثال بسیار آسان است. مثلا در ماه فوریه زن چی دید؟ از یکم فوریه خون دیده، چکره اکنون 11 فوریه شده است، خونش بس نکرده است. کدام روزها را باید قضا کند، کدام روزهایش خون حساب می شود، کدام روزهایش پاکی حساب می شود. چی میکنیم؟ با ماه گذشته نظر میکنیم که ماه گذشته ماه ینور 5 روز خون دیده، 25 روز طهر دید، یعنی که از ماه فوریه هم 5 روز اولش حیض حساب می شود. 5 روز اولش رو نمازهایش رو قضا کردنش ضرور نیست، اما از روز ششم باید که قضا کند اگر نمازهایش رو نخوانده بود. مثلا اگر گمان کرده که این ماه حیض من زیاد می شود، این ماه شاید حیض من 8 روز شود یا اینکه 10 روز شود، تا 10 روز انتظار می کشد که 11 روز هم خون دیده، یعنی که این زن عادتی طبیعی دیگر ندارد. کدام مشکلاتی به این زن چی شده است؟ دچار شده است. این زن به کدام مشکلاتی دچار شده است؟ پس باید 5 روز اولش را حیض حساب کند و از روز ششم باید نمازهایش را قضا کند و روز 11 اکنون چی میکنند؟ پیش از هر نماز باید طهارت کردن نمازش را، باید وقتی نماز داخل شود، باید بعد از داخل شدن وقتی نماز باید طهارت کند، باید بعد نمازش رو باید ادا کنند. اما این قانون‌های بیشتر هم دارد. من همین خیلی حلی آسان رو برای شما گفتم. پس برای همین مهم هست، هدف من چی بود؟ که هم روزهای حیض رو زن باید بداند و هم روزهای طهر رو باید بداند.
خب طهر 4 نوع دارد، اما شما نترسید، این 4 نوع بسیار آسان و آسوده هستند، فقط نام ها هست و کمتر اگر دیگر باشد نامش هم دیگر هست. طهر تام ناقص داریم. طهر تام یعنی طهر کامل. طهر باید اقلا چند روز باشد در اسلام؟ باید اقلا در فقه حیض باید اقلا چند روز باشد؟ باید اقلا 15 روز باشد. این رو میگوییم طهر کامل یا طهر کامل یا طهر تام. خب تام معنایش چی است؟ این خیلی میتوانید که حفظ کنید یا در یادتون بگیرید. تام کلمه عربی هست که از کی تاجیکی هم به همین مانند یک کلمه دارد، تمام. وقتی که میگوییم تمام یعنی که یک چیز کامل شد، یک چیز پوره شد. پس طهر تام یعنی طهر کامل. یا طهر کامل باید که اقلا 15 روز باشد، یا 15 روز یا از 15 روز زیاد. انشالله درباره هر این نوع حاضر ما صحبت میکنیم. طهر ناقص یعنی از 15 روز کم. تمام. اکنون طهر صحیح یعنی که طهر صحیحی که طهر هم 15 روز هست و هم یا اینکه زیادتر و هم در مابینش یکم خون جاری نشده است، در مابین همین مدتی پاکی، مدتی طهر. و طهر فاسد کدام طهر گفته می شود؟ وقتی که طهر یا اینکه کم باشد یا اینکه در مابین با خون آلوده شده باشد. خوب، اکنون می بینیم به هر این کلمه دوباره نظر میکنیم. طهر تام، طهر کامل یعنی چی؟ طهر 15 یوما صحیحا او فاسدا، پاکی که از 15 روز کم نباشد، یعنی یا 15 روز باشد یا زیاد. خوب، اکنون نظر کنید. زن 5 روز خون میبیند، خوب، بعد 15 روز پاکی میبیند از یکم ماه دیگر دوباره 5 روز خون میبیند. این چی شد؟ این مثال است به طهر تام. این 15 روزی پاکی چی حساب می شود؟ 15 روزی طهر تام، چون که کامل هست یعنی 15 روز یا زیاد هست. و آیا در مابین این روزهای پاکی آیا یگان قطره خون دیده شده است؟ نه. 15 روز یک بعد از دیگر پاک هست و زن در مابین این روزها یگان قطره خون را ندیده است. پس از این خاطر این طهر تام هم هست و طهر صحیح هم هست. اکنون نمیدانم یک مثال دیگر رو در اینجا آوردم. 5 روز خون، زن 32 روز پاکی رو میبیند، بعد دوباره 5 روز خون رو میبیند. این هم مثال درست هست برای طهر تام. خوب، چون که ضرور نیست که 15 روز باشد یا ضرور نیست که 5 روز اگر خون شد باید 25 روز روزی پاکی رو ببیند. باید هر عادتش باید 30 روز باشد. نه، ضرور نیست که عادت زن 30 روز باشد، یعنی که از 30 روز مثلا 10 روزش خون 20 روزش پاکی. این ضرور نیست. میتواند که زن 2 ماه عادت داشته باشد، یعنی که در 2 ماه 5 روزش خون میبیند و باقی ماندهش چند میشود؟ 45 روزی دیگرش طهر میشود. این هم جایز هست، این هم درست هست. زن میتواند که یا 55 روز به فکرم زن میتواند که 5 روز خون ببیند و 55 روز پاکی. باز 5 روز خون، 55 روز پاکی. یعنی ضرور نیست، هدف من چیه؟ ضرور نیست که هم طهرش و هم حیضش در 30 روز داخل شود. ضرور نیست، میتواند که طهرش دراز باشد. پس این مثال دوم رو وقتی که نظر میکنید، زن یکم 5 و 15 روز، 5 و 15 روز عادتی 5 و 15 دارد، یعنی که هر 20 روز یک عادتش تمام میشود. در 20 روز هم حیضش رو میبیند هم طهرش رو. عادتی 20 روزه دارد. ما این رو چی میگوییم؟ عادتی 20 روزه. اما در مثال دوم این زن عادتی چند روزه دارد؟ 32 33 34 35 36 37. عادتی 37 روزه دارد. 5 روزش خون میبیند، 32 روزش پاکی و میتواند که هر ماه دیگر شود. اما عادتی همین ماهش رو چی میگوییم؟ 37 روزی عادت.
5 روزش خون، 32 روزش پاکی. و این پاکی چی است؟ طهری تام، چون که از 15 روز زیاد هست. 15 روز هم طهری تام حساب می شود، 32 روز هم طهری تام یعنی طهری کامل حساب می شود. این هم درست است و این هم درست است. خب طهری ناقص بخلاف طهری تام هست. ما نقص من التام وهو قسم من الطهر الفاسد، یعنی که پاکی که از 15 روز کم باشد. خب نقص معنا دارد کم باشد از تام، یعنی از طهر تام کم باشد. مثلا زن 5 روز خون میبیند، 14 روز پاکی میبیند، دوباره 5 روز خون میبیند. این طهرش طهری ناقص حساب میشود، یعنی که طهری که کامل نباشد. و طهری ناقص به خود قانون‌هایی دارد. وقتی که طهر ناقص می باشد، هم خونی که پیش از این طهر دید و هم خونی که بعد از این طهر می بیند باید یک جایه کرده شود و از همین مدتی دراز بعض روزهای حیض حساب می شود و باقی ماندهش طهر حساب می شود. این قانونهای پیچیده را من برای شما نمیفهمانم، چون که فهماندنش هم مشکل، یعنی من با تاجیکی فهماندن نمیتوانم اونقدر خوب. و دوم این هست که شما باید اولا قاعده های آسان رو بفهمید، بعد در آینده اگر شود با من، اگر نشود با کسی دیگر، بعد در این فن تخصص کنید. یعنی که من چی گفتم؟ طهر وقتی که ناقص باشد، هم خونی که پیش از طهر هست، این پیش از این طهر ناقص، و هم خونی که بعد از این طهر ناقص هست، یک پوره دمی متوالی حساب می شود. یعنی یک خونی جاری، یک خونی روانه. 5 چی شد؟ 10 20 24، یعنی 24 روز. اگر قاعده ها رو مثلا به عادت زن رو نظر کرده قاعده ها رو مثلا جاری کرده، ما چی میکنیم؟ این خیلی میکنیم که اگر زن مثلا پیش از این ماهی که مشکلات داشت، باید نظر کنیم که عادتش پیش از این ماهی که مشکلات دارد چی بود. مثلا در ماه قبلی 10 روز حیض داشت، اگر 10 روز حیض داشت، این ماه چیتر این رو حل میکنیم؟ تمام این روزها چند روز میشوند؟ 24 روز. 10 روز یکمش رو حیض میگوییم و باقی ماندهش رو روزهای طهر. یعنی که اگر در این روزها نماز خوانده بود، نمازهایش قبول نمیشه، چون که در روزهای حیض بود. و اگر در این روزها اگر نماز خوانده باشد، نماز نخوانده باشد، باید نمازهایش رو قضا کند. خب من در اینجا با شما حل را فهماندنی نیستم، من در اینجا فقط برای شما تعریف را فهماندنی هستم. یعنی که تعریف و معنای طهر ناقص چی است؟ یعنی که از 15 روز کم بودن، پاکی که از 15 روز کم هست. خب طهر صحیح. طهر صحیح چی معنا دارد؟ طهری که اقلاً 15 روز باشد، یعنی هم طهری تام باشد و در بین با خون آلوده نباشد. یعنی طهر صحیح چی است؟ دو شرط دارد، هم باید طهری کامل باشد و هم باید در مابین این روزها باید یگان خون نچکیده باشد. یعنی که اقلاً بس 360 ساعت برسد. اگر زنی 350 ساعت مثلا پاکی داشته باشد، طهرش کامل نیست. برای همین مهم هست که زن وقتی که عادت خود را می نویسد، باید هم روزش را بنویسد و هم باید ساعتش را هم بنویسد، که اگر با یگان مشکلات دچار شود بتواند که ساعت را هم بداند. خب مدتی اکثری طهر وجود ندارد، میتواند تا 6 ماه هم دوام بکند. یعنی ضرور نیست که هر ماه دختر یا زن ماهواریش یا اینکه حیضش رو ببیند. ضرور نیست که هر ماه ببیند. میتواند که عادتش 60 روزه باشد، یعنی که در 2 ماه یک بار حیض میبیند. میتواند عادتش 90 روزه باشد، در 3 ماه یک بار حیض میبیند. 5 روز یکمش حیض، باقی ماندهش طهر. این طور هم میتواند باشد. برای همین بعضی وقت ما میبینیم که وقتی که دخترکان نه وقتی که حیضشان را میگیرند، در یکم سال اول آنقدر حیض از آنها جاری نمی شود
بعضی وقت می شود، بعد 1 ماه 2 ماه 3 ماه نمی شود، بعد دوباره می شود تا اینکه کمتر سینوسولشون که کلانتر شد، بعد آهسته آهسته هر ماه حیضشون می آید. خب در اینجا یک مثال آوردم، 5 روز خون، 15 روز پاکی، 5 روز خون. باز هم همین مثال رو آوردم. من برای شما یک مثال دیگر میدهم. میتواند که مثلا دختری 8 روز خون ببیند، بعضی ها میتوانند که 8 روز عادتی حیض داشته باشند، بعد میتواند که 50 روز پاکی ببیند، باز دوباره 7 روز خون. این خیلی هم ممکن هست، این خیلی هم درست هست. خوب، طهری صحیح. طهری فاسد، ما خالف الصحيح في واحد منه. چی معنی دارد؟ یعنی که طهری که با مخالف طهری صحیح باشد. خالف یعنی خلافت کند، مخالفت کند طهری صحیح را در یکی از شرطهایش. طهری که یکی از شرطهای طهری صحیح را مخالفت کند. خب یعنی که یا اینکه طهری فاسد، طهری پاکی فاسد کدام را گفته میشد؟ یا از 15 روز کم باشد یا با خون آلوده، یا با خون هم آلوده باشد. خب مثلا مثال یکم رو نظر کنید، 5 روز خون، 11 روز پاکی، 5 روز خون. این طهری 11 روز، پاکی 11 روز را طهری فاسد گفته می شود، چون که از طهری فاسدی ناقص. فاسد برای چی هست؟ فاسد برای آن هست که ناقص هست، از 15 روز کم هست. خب مثال دوم رو نظر کنید، 5 روز خون، 11 روز پاکی، 13 روز پاکی، در مابین 1 روز خون میبیند یا 1 چکل خون میبیند، بعد 1 روز پاکی، بعد 5 روز خون. یعنی که خودش چی گمان میکند؟ خودش گمان میکند چون که این 1 قطره خون بود، 1 روز بود، این را حیض حساب نمیکنند، باید حساب نکنند. و این پورا چند روز پاکی هست؟ 13 14 15. خب 15 روزی پاکی هست، بله، یعنی طهری کامل هست؟ هست. طهری تام هست؟ هست. اما آیا طهرش صحیح هست؟ نه، طهرش صحیح نیست. برای چی؟ برای آن که در مابین طهرش 1 چکره خون دیدک، 1 روز خون دیدک، طهرش فاسد هست. این تعریف ها رو برای چی شما باید بدانید؟ برای آن که قاعده های بعدی رو که من برای شما درس میدهم میبینیم تا کجا درس میدیم، چند قدر درس میدیم، چون که خواهر و اپاهان زیاد اشتراک نکرده استند، اما میبینم انشاءالله که تا کجا و تا چند قدر را برای شما درس بدهم. اما این هست درسی امروزه درباره این دیگر تعریف ها. انشاءالله از درسی آینده درباره عملهای ناجایزی در وقتی حیض صحبت میکنیم با بعضی دیگر قاعده ها. برای امروز انشاءالله در همینجا بس میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.